جدید کلیپ مورد نظر را انتخاب و تایید میکنید. بعد از که کلیپ مورد نظر وارد برنامه انشا شد، از داخل برنامه انشا مجددا کلیپ مورد نظر را انتخاب، گزینه فلش، ماسک، هر کدام از این شکل‌هایی که میخواید انتخاب میکنید. اندازه دلخواه تنظیم میاریم بالای صفحه، تایید میکنید، میایین آخر کلیپ، مجددا ماسک و شکل مورد نظر رو میارین پایین صفحه و تایید میکنید. بریم برای دیدن نتیجه. بچه با لایک و سابسکرایب کردن چیزی از شما کم نمیشه، ولی من کلی انرژی میگیرم. مرسی از حمایتتون.